روز فرا خواهد رسید که این منبر دیگر مرا ندارد. روز فرا خواهد رسید که دیگر شما نیستید. روز فرا خواهد رسید که سایه‌تان به دیوارهای خانه‌تان نمی‌افتد. روز فرا خواهد رسید که همه می‌خندند ولی تو نیستی. روز فرا خواهد رسید که همه به سیاحت می‌روند ولی تو تنها در جای دیگری هستی که هیچ کسی در کنار تو نیست. بیاییم عزیزانم، سروران گرامی، بیاییم که خدای نازدانه و مهربان خود را با خود رفیق کنیم که اگر او ما را ترک نکرد، اگر او ما را در آغوش رحمت گرفت، قبر را هم برای ما گلستان می سازد، قبر را هم برای ما جنت می سازد.